جاوید 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 خیز بچم خیز 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 به باغچه دیر میکنیم خیز جاوید خیز بچم معروف معروف جاوید از خواب نمیخیزد بیا او رو بیدار کن حاضر میآیم مهرانه مهرانه بابا چای دم کردی؟ همه چیز تیار داده آفرین امروز شما ما با باغچه میبرید او چشم میبرد اگه چیزی نقص میخرید چی میخوایی بچم؟ ماشینچه ماشینچه؟ چه خیلی ماشینچه؟ ماشینچه که آدم چای مره به هر جا بره عزیزم چه خیلی ماشینچه میخواهد بچم؟ من امروز معاش میگیرم از همه ماشینچه بهترین رو برای بچم میخرم ایلش در ساعت امروز ساعت چند تمام میشود بعد نیست فروزی چه بود؟ شاید از کار کمی دیر برایم بچه او رو از باغچه میگیری؟ ها میگیرم مهرانه دخترم سمکم رو بیار من رفتم دیر کردم خوش تیز 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 برو رفتیم روز استراحت یک جای با پدرت و تئاتر میرویم من تئاتر رفتن نمیخوام من میخواهم بچه جون ماشینچه بخرید میخرم بچم دخترم نه بچه دادرت رو به نظارت نگذار میلش میلش خیر تو بگو بچم بچه جون خیر عزیزه سلامتیت چخیر؟ رحمت خوبم تو امروز خیلی زیبا شده ای خوشرویی مرامان و گوی که امروز معاش میشود بعد این فیروزی بچه های در باغچه؟ ها از روی مصلحت این بگاه معروف اونها رو از باغچه میگیرد با جاوید ماشینچه وعده کردم بگاه میپرسد جاوید چند ساله شد؟ شکر خدا 4 ساله مهرانه چی با مکتب میرم؟ نه نصیب باشد سال دیگر عزیزه بای در یادت هست چند سال پیش از این فرزندی عشق میریختی؟ در یادم هست به فرزندی عذاب زور است
шукр ки худо меҳронав ҷовидро ба ман лоиқ гардонд. медароем. майлаш медароем. تو چی گرفتی؟ بازیچه. بچه های تو هیچ از بازیچه سیر نشدن. تو چی گرفتی؟ برای خودم کوفته. райҳон хайр топагу. خیلی سلام. فراست ناموس و وجدان داری یا نه؟
از رنگ رویت معلوم که کارت اومد نکرد. من باشم همیان را از سمکه آن زن چنان گرفتم که حتی پای نبود. باز چند کسی دیگر را غارت کردم. با این پولها بلیط خریده دیگر شهر هم رفتن ممکن. تو با من میروی؟ حالا وقت این گپا نیست. هرچی که من گفتم همون می شود. از خطی کشیده من بیرون برایی زنده نمیمونی. محمدانو، من تو رو نمیفهمم. یک عمر دلسوزی. من باید به خانه روم. خانه؟ من رو چای نمی تو رو نمیفهمم. ای تو با او چی در کنی؟ با فکرم وقتی مردنش نزدیک است که تو رو با فرزندی قبول کرد. او با من خوبی کردن میخواهد. چی؟ خوبی؟ خوبی اساسی را با تو مادرت کرد. تو را زاید و پرتافت. یا من را انتخاب میکنی یا چت را. گم شو از اینجا. چند شد؟ کارکوبی میرم گفته کجا گم شدی؟ دختری به معنی تا نصف شب در کوچه ها نمی کردن. تو را به خانه آورده فکر کردم که سایبانم میشوی. یک بار روزم بد شد که بهنه عقل سلام گفتن نداری. بی تربیه. کایا چه میآید؟ ای بی تو ماشین چه گفته همه را بیزار کردی. ای بی من نه. بزرگ چهت می آید. ماشین چه هم می آورد. رفتیم خوب روید. تا چم ناید من خوب نمی روم. من خوب نمی روم. نصف شب شد. خیزت رفتیم. من همراه شمایان خوب می روم.
دختری اوچه بیدار شو در الوب میسوزی دختری بیچاره خب بر سرم این چی کاری کردگیم بود ما آب نوش با خود بیو جون شیرینی اوچه دختری اوچه یگان کاری دیگر گفتن در کار درست اینجا کار خیلی سست رفته ایستاده است مبلغ ندارند درست میگویی اسباب ها رو گرفته همین روز میرویم یگان کار دیگر میرویم این رو گیر سمت نبای اینجی؟ نگاه کن چی؟ آنجا کسی خوابیده است چی؟ بیا نزدیکتر رویم زنی بیچاره به فکرم مرده است به میلیسا خبر دادن در کار نگین نگین دخترم خوبی و بیدار ای خیریتی طبعت پس شده است خیز یگون چیز خور 3 روز باز خوبی نشد دختر رو جیغ زدم اینقدر هزیون گفتی کجا رفتی که به این حال افتادی من مادر شده نمیتوانم هر عمل آدم برای خودش بوده است از ترس اون که در تنهایی نمیرم تو رو فرزند خوان کردم که وارثم شوی پایم به لب گور رسیده است و در این زندگی مهربانی را ندیدم شوهر کردم از بی فرزندی طعنه شنو شدم خداوند تنی مرا نهال بی ثمر آفریده بوده است از سخت گپی های من خفه نشو تو مرا ترسوندی
3 روز است که عزیزه با ما نیست. گویا من از عهده تربیت فرزندان بناس پروردهش میبرآمده باشم. ریحان دیدی جاوید ماشینچه را که عزیزه خریده است به زمین نمیگذارد. اما سحر خیلی خرسند بود. اون روز با تو چی گفت ریحان؟ مثل هر وقت خیر و خوش کردیم. همش خوب بود. با کی در کار بود مرگ عزیزه؟ چرا وی با اون بینا رفت؟ چیزی رو نمیدونم معروف. خودت رو به دست گیر. کودکانت رو فکر کن. آنها غریب تو کسی ندارن. معروف بیا کودکانت رو من به خونه برم. همراهی فرزندانی ما اندر موت شدن شاید کمی به خود بیاید. نه معروف یک مدتی آنها باید در دیگر محیط باشند. بچه خولت رو خریدی. رفتیم دیر شد. رفتیم. تو خواهد نشم معروف خودت رو احتیاط کن. رفتیم. اومدی؟ بچه من گناهکارم. چی گناه کردی؟ آدم کشتم. چی؟ واریس یگان کس را کشت؟ همسایه ها گفتند که دخترت با یک دوست بچه میگردد. کی را کشت؟ تو چی گناه داری؟ واریس گناه ندارد. و ملیسا میروم. هیچ کجا نمیروی. من نمیخواهم که تو را از دست دهم. دیروز دلبر رو دیده بودم. گفت که در باغچه جای کار دارد. در باغچه کار میکنی؟
غایبانه در دانشگاه میخوانی. دیگر نمیگذارم که تو با واریس واخوری. فهمیدی؟ مرحمت داره. سلام علیکم. سلام. شما خوب هستید؟ تشکر. سلامت باشید. مرحمت شنید. رحمت. اولادون بهتر شد؟ خوبم. خودتان رو احتیاط کنید. این کس دخترتان؟ بله دلبر. من خواهش شما را رد کرده نمیتوانم. با امید نگین رو به نزدتان آوردم که کار را یاد گیرد. هرچی که از دستم بیاید برای شما میکنم. برکه یابی دخترم. از یتیم خانه حجت آوردید؟ همه حجت هایش رو آوردم. کار در باغچه مسئولیتی بلند دارد. با کودک ها باید خوش معامله باشی. خصلت هر یک کودک را به نوبت گرفته موافق فعل و رفتارش مناسبت میکنی. شما شنید. من رفتن نگین را با بچه ها شناس میکنم. ممکن من همراهتان روم؟ اختیارتان. پنهان شده است. شهنازه، ما نگین را به کار قبول کردیم. فهمم که چی مسئولیت دارد. میتواند کار را سر کند. شما آسوده باشید. رفتیم. کانی بچه ها از جای خسته چی ناز شود؟ نگین خالای نوی شما. السلام. بله. سلام علیکم. لبه.
حضور می‌آیم. میبخشی معروف، من از وقتی نگاه بینی اینها نبر آمدم. رفتیم بچه. همدردی مرا قبول نمایید. مهرانه بیا. جاوید بچه من باید به کار روم. تو همراهی ما را بیارم. میلش برو. خواطر نشوید. بچه ها را به نظارت نمیگذارم. نگین، این بچه ها در گروه ما هستند. لباسهایشان را به آنجا گذار. سلام. شما چی نام دارید؟ اینقدر لباسیتون رو پوشیده ای؟ آن چیزهایی که تقسیم کردیم اینجا قید نماید. چرا اینجا نشسته ای؟ من با تو خوراک آوردم. میخوری؟ بخور. نمیخورم. خیلی بخورم. خیلی مالمون. مهرانه، جاوید، خیر، تو پگو. نگین تو گفته بودی که از اینجا میروی. چه خیلی که میبینی من روبروی تو. تو حق نداری که با من دست رسانی. من میدونم که بچه حق دارم و بچه نه. دستت رو گیر. ای تو فراموش کردی که من کیم؟ تو دیگر در زندگیم وجود نداری.
дар зиндагият ягон одами нав пайдо кардӣ. ба ту дахл надорад. як бори дигар такрор кун. дастони ифлосатро ба ман нарасон. ту дигар бароям вуҷуд надорӣ. маро ба ҳолам мегузорӣ ё не? аз зиндагиам гум шав. тамоми ҳастиамро дар зиндагӣ барбод додӣ. ту боз чӣ мехоҳӣ? мехоҳам ки бо ман бошӣ. ин номумкин аст. дӯстат медорам нигин. омадам ки туро бо худ бибарам. туро дидан намехоҳам. нигин. 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 асо омади духтарам. омадам. ягон гап шуд ки дир кардӣ? боз ворисро дидӣ? 100 бор гуфтам ки бо ӯ гап назан. туро пурсида ба хона омад. аз таги дар пешаш кардам. миёни ману ворис дигар ягон муносибате нест. оча ман намедонам чӣ гуна бо ин азоби виҷдон зиндагӣ мекунам. духтарам, нигин, маро хавотир накун. Все издевались над несчастным утенком, и никто не признавал его своим. А это что за птичка? ما خودمان میرویم. شما روید. رودرت رو احتیاط کن دخترم. خیر. باشین چای مرو. باشین چای مرو.
چرا گریه میکنند؟ اینها به حالش میخندند. بیا رفتیم. خیز. گریه نکن. بچه کارم دیگه نمیکنم. طبقه کارمش داری. گریه نکن. تمام. خب نمیروند. رفته خوب کنید. مثل کودک رفتار میکنی. میبخشید. Ассалом. Салом. Мебахшед. Саломатии модарам хуб нест. Ба ки муроҷиат кунем? ба отоқи нуҳум дароед. Саломат бошед. Ассалом. نازنین؟ نگین؟ سلامتیت چه خیل است؟ نقص. مادرم بیمار شده است. خواطیر شدم. مادرت را یافتی؟ مادرم مرا یافت. شنید. چی شد؟ نگین، مادرت ناتاب است. این داروها را در وقتش استعمال کند. او را احتیاط کن نگین. واریس را میبینی؟ نه. همه میگفتن که او تو را دوست میدارد. نازنین، بیا در این موضوع گپ نزنیم. دخترم، وقت دکتر رو بسیار گرفتیم. برکه یابی دخترم. بعد معالجه باز بیایید. خیر، میلش. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. تو کجا نگاه میکنی؟ برای چی جنجال میکنید؟ بس کنید. مازقرم نگو. برادر من نرس، فهمیدی؟ تو جا نداری.
Apa kalau camia? دادا لبای امروز در باغچه انوشیروان با طرف جایز گفت که تو به اوچه‌ای. جاوید تو جنگ کردی؟ من جنگ نکردم. او خودش گفت که سخره به مادر. مربیه در کجا بود؟ مربیه به آشخانه برای خوراک رفته بود. نگین ما خلاص کرد. نگین؟ نگین کی؟ نگین خانه نوی ما. او به ما کتاب میخواند، رسم میکشد، لباسای من و جاوید را میشوید. من او رو ندیدم؟ نمیدونم. وقتی که یگان کس ما را خفه کرد او طرف ما را میگیرد. جاوید را سخت دوست می‌دارد. تو رو چی؟ من را هم. گیرو نگین! نگین! این چه مناسبت است؟ در گروه شما 30 نفر باید با همه یخی رفتار کنید. چطور با این کودک ها نزدیک کرده است؟ هیچ چیز. مناسبتت را با کودکان درست کن. فهمیدی؟ خوب شده است. از قفای کارت شو. دیگر به این خطاگی راه نده. هرچی که شما گویید. سلامتی مادرت چه خیلی؟ نقص. به مادرت سلامی مرا رسان. خوب شده است. با فکرم پدرت اومده نمیتواند. نمیدونم. یکی دیگر نآید. نه این خیلی نگوی. خانه بیبی در کجا؟ میدونی؟ من بیبی ندارم. در خانه ما بیبی هست. با من میروید؟ پدرشون اومد. تو که این دوام میکرده باشد. خزید از جا. نصفی شب شد. ما هم در خانه زندگی داریم. فرزند داریم. کار داریم. سلام. ببخشید که دیر کردم. میبخشید که اینقدر وقتتون رو گرفتم. رفتیم خونه. کودکانم رو خوار و زار کردی. ای خدا، میدونم که گناه من نابخشیده نیست. عزیزم، مرا ببخش.
مادرم هر بکن بعد بکن و ما شیرینی می آورد. با مزه؟ ها. اگر تو خواهی من هر روز برایت شیرینی میارم. اگه جاوید زاد روز دارد. راست؟ شناختی زدم مایزاده شده. سلام معلم، خوبی؟ من در زندگی رای خودم را یافتم. با شما چی شد؟ مرا شناختی؟ نه، یاد ندارم. مرا از دانشگاه خارج کرده بودی. تو برای دانشجویان بی‌آداب زیادند. شما عزیزای مرا کشتید. من قصاص رو میگیرم. قصاصم را بگیر. مهرانم؟ چی شد؟ کجاش؟ خیز بزنینش. پدرت در کجا؟ در اونجا اومد. دیگه نکن دخترم بس. گیره نکن. گیره نکن دخترم بس. السلام. سلام. چی گپ شد؟ چرا سوزانده که همه جای را بوی دودی غلیظ پخش کرده است؟ فیرزها رو کشایه؟ نفس گیر شده؟ کشودم. یکان روزی آرامی نداره. شما با اینا که میشوید؟ با عزیزه همکار بودیم. به حرمت ارواح عزیزه اینها را پرستاری کنید. اپا من خودم 4 فرزند دارم. از عهده اینها برآمده نمیتوانم. پدرشان در این وضعیت که اینها را صاحبی میکند. همسایه ها مانده شدند. این اول تا بکی. میبخشید اینها یگان خویش و تبار دارند؟ هیچ کس ندارند. معروف و عزیزه در یتیم خانه کلان شدند. خیل باشد
آنها را برده به یتیم خانه سپارید. به یتیم خانه؟ ها. پدرشان هیچگاه راضی نمی شود. پدرشان خودش را فکر میکند. هر روز نوشیده به خانه می آید. پروا ندارد که آنها سیرند یا گرسنه. با احوالش نگرید. کودکان حیف می شوند. گپی مرا گوش کنید. اگر از پیمی کار شوید ثواب میگیرید. چخیر تو به این کار دست زدی؟ تو سبب مرگ منی. چی کار میکنی دیگه؟ تو چرا از حیاتی من دور نمیشوی؟ جایی که باید نباشی چرا پیدا میشوی؟ نگین بیا رفتیم. اینجا بوی زندگی ندارد. با آن گناهی که من و تو کردیم فکر میکنی زندگی رنگ و بو دارد؟ کدام گناه؟ آن وقت مرا شنیدن نمیخواستی. گپ زن، چی شده است؟ چی تو را تغییر داده است؟ تو چی مشکلی داری؟ دیر شد واریس، دیر شد. وقتی که تو از باغچه میبرایی از خفای تو به کجایی که میروی میروم. تو حتی پای نمیبری. زندگی من بعد اون واقعیت دیگر شد.
кадом воқеа гап зан охир бояд он рӯз маро гӯш мекардӣ дигар ман ба ту гуфтание надорам аз очаат фикр карда зиндагӣ карданро ёд гирифтаӣ шояд будану набудани ман барои ту фарқ надошта бошад ғайр аз ту касе надорам нигин омадам ки бо ту хайру хуш кунам барои ман муҳим нест ту ба куҷо меравӣ ва дар куҷоӣ ба ҷое меравам ки дигар туро набинам маро бубахш нигин роҳи ман дигар аст شما کی؟ السلام علیکم و علیکم السلام کی در کار؟ اینها در خانه نیستند؟ نه نیستند با کجا رفتند نمیدانید؟ چه نمیدانم میدانم همکاری عزیزه ریحان کودک ها را آمده برد کجا برد؟ کودک ها بی نظارت موندند پدرشان در بیمارخانه بستری شد مهرانه و جاوید بعد از مرگ مادرشان خوارزار شدند معروف کودک ها را نگاه بین کردن نتوانست ریحان آمده آنها را به یتیم خانه برد مهرانه و جاوید در یتیم خانه اند؟ نغز مانید بیایید به خانه درآیید تشکر شما آدمی نزدیکشان درآیید مرحمت خوراک تیار صحبت میکنیم یگون وقت دیگر اگر معروف را بینم چی گویم؟ هیچ چیز پس چرا آنها را میپرسی؟ ممکن؟ او نگین بیا درا سلام دختری کلام شدی بیا دخترم چین خودت نقص مادرت چی؟ یگان کمبودی نداری؟ خانده استاده ای؟ ها در شعبه غایبانه میخونم در کودکستان کار میکنم آفرین دخترم آفرین اگر مهنت دوست باشی در جامعه موقعیت را پیدا میکنی و صاحب احترام میگردی از شما گفزن یک خواهش دارم شر ندار دخترم گفتن گیر مهرانه و جاوید اون کودکانی نوی که به نزدیکی به اینجا آوردن ها پدرشان در بیمارخانه است مادرشان آنها در گروه منند با من عادت کردند شما اجازت میدهید که
рӯзи истироҳат ман онҳоро ба хонаамон барам. падарашонро мешиносӣ? агар падарашон иҷозат медод мо ҷавоб медодем. шумо ку маро мешиносед? шинохтан дигару бовар кардан дигар, духтарам. бачаи кас ҷавобгариаш калон. хоҳед забонхат менависам. шиносномаамро гиред. тарбиятгирандагони гурӯҳи хурдсол меҳронаву ҷовид. меҳронаву ҷовидро ба назди ман биёред. бале. майлаш, ман ҷавоб медиҳам. лекин рӯзи душанбе саҳари барвақт худат онҳоро оварда ба ман меспорӣ. خوب شده است. نگین! نگین! من هم شما رو یاد کردم. برای چی در آمدید؟ نمیدانستم که شما در اینجایید. ما رو نزد پدرم میبرید؟ میبرم. حتما میبرم. به خونه ما میرویم؟ نه، به خونه ما میرویم. در خونه شما کی است؟ در خونه ما بیبی است. شیرینکانی من، شما نمیدونید برایم چقدر عزیز هستید. انا این جای خوابی من. بیا. این کتابای کی؟ کتابای مادرم. نیگی؟ اومدی بچه؟ ها آچه. السلام. این خوش راکو کی باشد؟ اومد چی؟ نامی من نهرانه، نامی دادرم جاوید. خوش آمدین. خوش راکوی بیبیش، شیرینکوی بیبیش، خوش آمدین. پایان فرایید، خوراکشم تیار. من زود می آیم. من امروز نفقه گرفتم. گیر. رحمت. میریم پایان. بله. واسطه تجوید جان. در یتیم خانه مرا غم داد. پدرم را سخت یاد کرد. شما را دید خرسند شد. من هم خرسند. جاوید گیر. салом. мебахшед, маъруф саиду дар кадом ҳуҷра? ҳозир. дар ҳуҷраи нум. ман метавонам наздашон дароям? марҳамат дароед. ташаккур.
саломатият беҳтар шуд буча? تو خرسند باشی سلامتی هم خوب است. رحمت. میهرانه و جاوید رو پگاه میاری؟ میارم بچه. روزهای اولی که تو رو به خانه آوردم چی بودن مهر مادری رو نمیدانستم. دیگر زندگیم رو بی تو تصور کرده نمیتوانم. شکر که تو هستی نگین. مرا ببخش. چی گفته؟ میبخشید که ناراحتتون کردم. شما نگینید؟ مهرانه و جاوید درباره شما به من زیاد گفتند. آنها مرا به نزد شما روان کردند. شما آنها را دیدید؟ بله، دیدم. در آنجا چه حال دارند؟ خوبند. سلامتی خودتان چه خیال؟ بهتر شد؟ شکر. بهتر شدم. خودتون رو احتیاط کنید. من باز شما رو خبر میگیرم. شما در اینجا امضا گذارید. کوشش کنید که کودکان بی نظارت نمانند. ما خبر گرفته می ایستیم. احتیاط شوید. آنها تو رو خیلی دوست می‌دارند. باور نداشتم که روزی آنها رو خندان می‌بینم. برابری آنها من هم به تو نیاز دارم.
نگین من آنها رو تنها نمیگذارم. تو ملهمی در توی ما شده ای. پهلوی تو بودن و فرزندانم را کلان کردن این آرزوی من است. این ممکن است. من سزاوار نیستم. این طور نگوی. تو خیلی مهربانی. برای من و فرزندانم عزیزی. نگین دوستت می‌دارم. با این عذاب وجدان نمیتوانم زندگی کنم. باید راستش را به شما گویم. معروف عزیزه رو چی شد جوی؟ کجای درد کرد؟ پهلوانچه ایمان سخت درد دیدی. بچه کلان گریه نمی‌کند. همین خیلی رفته. بیا دادم. رفته.